خیلی هم میدونن تو هم کار میکردی، اینجوری نبود که امروز بخوای کشتیگیر چی فردا کشتیگیر شدی، کلی سختی داشتی. یه ذره این دشواریایی که طی کردی و بهمون میگی؟ بله این دشواری‌های سختی‌ها که تو منطقه ما عادیه و تا این سختی‌ها هم نکشی به اون آرامشه نمیرسی. قطعا هر کی که موفق بوده و هست اول زندگیش سختی‌هایی تحمل کرده که به اینجا رسیده. ما هم بله تو دسول که بودیم کار زیاد کردیم و داخل بازار بودیم. بعدش که داخل بازار چون که باید صبح بری دستفروشی اینا می‌کردیم، بعد که اومدیم نوجوانان قهرمان نوجوانان جهان شدیم دیگه نمیتونستیم بریم بازار کار کنیم. ولی نونالان اینا بازار من خودم دستفروشی کردم پیش مربیم پیش عموم، اینا همه کار کردم. ولی اومدم جوانان بگم یه سال کرونا بود اینا دیگه کشتی‌ها و اینا تعطیل، ولی با مربیم باز رفتم اونجا بنایی میکردیم و این عادیه واسه ما و هیچ عیبی هم نداره و چون که کار کردن عیب نیست.